پانتون کابل از 15 زبان و ادبیات دپارتمنت عربی پانتون کابل فارغ التحصیل هستم. از فراغتم 2 سال می شود. در هر اداره و هر ریاست و هر وزارتخانه که میری اونجا به ما وعده داده میشه که یعنی بس شما کاندید بکنید. مسلم ماوری 10 نفر دیگه اونجا 20 نفر 30 نفر دیگه کاندید میکنه، ولی او پست وقت برای او کس وعده کردگی است. وقت او کسی که همو پست برش وعده داده یا رئیس است یا کسی دیگری است، او ای کسای به خاطر این امتحان میگیره به خاطر نمایش. ما یعنی 2 سال میشه که یعنی دوسیه دادیم اسناد ما، یعنی دیپلم است، یعنی ترانسکریپت است، دادیم من میگردم اداره به اداره کس به ما نی وظیفه میده نی وظیفه چرا که ما به دلیل از وظیفه نمیده؟ به خاطر که ما نی بچی وزیر هستیم، نی بچی رئیس هستیم، نی بچی وکیل پارلمان هستیم. از دولت میخوایم که کار برای ما مساعد کنه، حداقل یک چیزی بکنه که جوانا فرار نکنه از این وطن، مصروف کاربار بگیره دشان. بسیار این میدقیم بعد وقتی ز وطن ما دیگه موازم دولت میخوایم که کار برای ما مساعد کنه. تحصیل کردیم بالاخره یک چند وقتی وظیفه داشتیم، از وظیفه بیادر خلاص شدیم. امروز در چوک آمدیم، در چوک پل خشتی اینجا برای کار غریبی آمدیم. هر روزی که میایم بیکار هستیم، مزدورکارا، گلکارا، نجارا، مردم ما بیکار است. ما از دولت خود میخواهیم که برای مردم غریبکار غریبی پیدا کنه.